سلام به کریپتوزونای عزیز، خوش اومدید به چنل خودتون. امروز تو این ویدیو میخوایم بهتون یاد بدیم که چجوری از شر این اد فرند همستر کامبات خلاص بشیم. یعنی ما هی میایم توش یه کارت جدید میاد میگه یک نفر رو اد کن، یک نفر رو به بازی اضافه کن تا این کارت واسط باز شه. الان گرفتار همین. تا آخر ویدیو همراه من باش، چون میخوام واقعا بهت یاد بدن روش بدون هزینه. چون خیلی من دیدم آقا میرن 100 خوردی شماره مجازی میخوان. این چه کاری 100 خوردی بره پول شماره مجازی بدی؟ بیا من بهت آموزش میدم. خب اولین کاری که میکنی وارد اون شماره ای میشی. دقت کنید دوستان، وارد شماره ای بشید که هیچ چیزتون روش نیست، اطلاعات داخلش واسهتون مهم نیست. الان این شماره من که دارم اینجا میذارم اطلاعات داخلش واسم مهم نیست. اوکی؟ نه همستری روشه، نه نات کوینی روشه، هیچی روش نیست. این شماره رو میزنم، وارد شماره هم میشم. ببینید دوستان، حتی قبلا وارد همستر شدم با این شماره. بعد از این وارد گوگل کرومتون میشید. وارد گوگل کروم میشیم، اینجا مینویسیم دیلیت اکانت تلگرام. اوکی؟ دیلیت اکانت تلگرام خودش بالا اومد. این اولین سایتی که بالا میاد واردش میشیم. بعد اینجا همون شماره رو دقت کنید دوستان، حتما مثبت 98 اولش بذارید. شماره ای که وارد شدیم و نیاز نداریم و اینجا میزنیم، بعدش هم نکست رو میزنیم. اینجا یک کدی واسه تو تلگرام ارسال میشه، وارد تلگرام میشیم. اینو کپی میکنیم که راحت بتونیم این کد رو کپی کنیم. اینو کپی میکنیم، اینجا پیستش میکنیم، بعد این کد رو از دلش میکشیم بیرون. این کد رو کپی میکنیم، اینجا قرار میدیم. ساین رو که بزنیم میاد واسه مرحله بعدی. اینجا گزینه دومی رو انتخاب میکنیم، دیلیت اکانت. دیلیت اکانت رو که بزنیم اینجا میاد میزنیم دیلیت مای اکانت. اوکی؟ دیلیت مای اکانت رو میزنیم و دیلیت مای اکانت. تموم. به همین راحتی، به همین سادگی الان پاک شد. اوکی؟ اینجا یک بار دیگه زدم چک کنم، حالا وارد تلگرامم میشم. دوباره اد اکانت مثبت 98 شماره‌مو میزنم. خب اینجا از من ایمیل میخواد، من ایمیلمو میزنم. دقت کنید دوستان، اینجا ایمیلتون که زدید، بعد یک کد واسهتون تو ایمیل ارسال میشه. کدی که واسهتون تو ایمیل ارسال شده رو اینجا پیستش میکنید، بعدش دوباره یک کد رو شمارهتون میاد. الان ببینید، الان من وارد ایمیلم بشم و این کد رو من کپی میکنم، اینجا پیستش میکنم. این مرحلهش رفت. این مرحله هم که کد به شماره تلفنتون ارسال میشه و تمام. به همین سادگی الان اکانت خامه، هیچی توش نیست. وارد همستر هم میشم. خب از بخش فرند لینکمو کپی میکنم، لینکتون رو حتما کپی کنید. بعد بیاید تو اکانت جدیده، سیو مسیج رو میزنم و لینکمو اینجا پیستش میکنم، وارد لینکم میشم. به همین راحتی. من الان همین نیم ساعت پیش بود رفتم تو یوتیوب، خواستم انتخاب کنم ببینم چه موضوعی واسه ویدیوم خوبه. دیدم یکی داره آموزش میده چجوری از شر این اد فرند خلاص بشیم و دیدم که بابا تو بخوای این آموزش رو بری جلو کم کم با 200,000 تومان هزینه کنی، 300,000 تومان هزینه کنی واسه 3 تا فرند، واسه یکی کم کم با 100,000 تومان هزینه کنی. خب این چه کاریه؟ این همه بخوای پول بدی خب نمیصرفه. واردش میشیم، پلی رو میزنیم، اینا میگیریم و تمام. از این اکانت کلا خارج میشید. حالا من اینجا لاگ اوت رو میزنم چون احتمال داره اختلال پیش بیاد و این چیزا. کلا لاگ اوت میزنم، بهتره. شما همین کار کنید، یه روی تلگرام چند تا همستر نصب کنید. دوباره وارد همستر هم میشم. ببینید خیلی راحت اینجا دیگه کفلش واسم باز شده. ببینید لایسنس ویتنام باز شده. و حتما چنل رو سابسکرایب داشته باشید. این سه کارت رو من همیشه توی تلگرامم میذارم، حتما جوین کانال تلگرامم بشید تا این سه کارت رو ببینید. دیگه چیزی نمیمونه که بخوام بگم. بدرود.